نمونه‌هایی از سیدنا عمر رضی الله عنه از عدالتش، از تواضعش، از زهدش، از تقوایش، از سیاستش، از غمخوارگیش، از کدام یک بگوییم؟ نمیشه درباره حکمتداری سیدنا عمر کتابها نوشته شده، کتابها. یکی از فیلسوفان دنیا وقتی درباره سیدنا حضرت عمر مطالعه میکنه میگه اگر یک دیگر مثل عمر به دنیا می آمد تمام دنیا به تحت سیطره امت اسلامی قرار می‌گرفت. یک دیگر اگر مثل عمر به دنیا می آمد، سیدنا عمر رضی الله عنه، امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، چند نمونه را اشاره می کنیم. اینها را وقتی میگیم اشاره می کنیم تا امیر المؤمنین فیلی، امیر المؤمنین امارت اسلامی وقتی بشنوه متوجه میشه که من در مسند امیر المؤمنین قرار دارم و مسئولیت من هست. آفرین بر شما. من باید از راهی که عمر ابن الخطاب رفته از همان راه برم، از همان مسیر برم. واجب عالمان اینه، واجب عالمان راستین اینطوری نصیحت، پند، حق گفتن، نه که مستمالی کردنه، نه که بیان خامنه‌ای را رهبر خود کنن، یک دجال و یک خونخوار که دولت‌های دنیا اونو به عنوان تروریست میشناسن بیان رهبر خودش بکنن. سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی الله عنه روزها و شبها، یک مدتی روزها و شبها نمیخوابیدن. آمدن در کنار فاروق اعظم که ای امیر المؤمنین ولنفسک علیک حق، این نفس تو به تو حق داره، روز هم نمیخوابی، شبها هم نمیخوابی، به خاطر چی؟ سیدنا عمر میفرمایند این وضعیت ملت و رعیت خود را که من میبینم، اگر روز بخوابم حق و حقوق ملتم و رعیتم ضایع میشه و اگر شب بخوابم حقوق پروردگار عالم را چگونه ادا کنم. نمونه دیگر، روزی سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم گریه میکردن. آمدن گفتن یا امیر المؤمنین شما چرا گریه میکنید؟ سیدنا عمر فرمودن وضعیت روم و فارس خوب نیست، رعیتم در روم و در فارس حالت خوبی ندارن. انسانها یک طرف که بر گردن من حق دارن، اگر در بصره و در کوفه پای یک گوسفندی به یک سوراخی فرو بره و پای گوسفند بشکنه، در روز قیامت عمر بازخواست می شود. ببینید سیدنا عمر گریه میکنه که به یک حیوان ظلم نشه، به یک حیوان آسیبی نرسه. سیدنا عمر رضی الله عنه گریه میکنن که اگر در زیر حاکمیت من به یک گوسفندی، به یک شتری، به یک حیوانی ظلم بشه، عمر بازخواست میشه، عمر پرسان میشه. ملت امنیت میخواه، عدالت میخواه، تطبیق احکام شریعت میخواه. مبارزه مجاهدین امارت اسلامی هم به خاطر همین سه چیز بوده، به خاطر همین سه چیز. دهها و صدها و هزاران حافظ قرآن و عالم دین شهید شده، به خاطر چی؟ به خاطر تطبیق احکام شریعت هست، به خاطر اینکه سرزمین اسلامی بوده و اسلامی بمانه. به خاطر این هست عزیزان و بزرگواران، این صحبت من
به گوش امیر المؤمنین انشاءالله به اذن الرحمن میرسه. و من به عنوان ادای مسئولیت گفتم نه این کافی نیست. این که صحبت شما به گوشش برسه کافی نیست. شما خودتون برین پیشش. نصیحت واجبه به خاطر خدا، به خاطر رسول الله، به خاطر برای ائمه مسلمین و عامهشون. و فکر نمیکنم که دیدارشون مشکل باشه. شما انسان ارزشمندی هستید و موضعتون موضع مردانه و مسلمانانه بوده از همون ابتدا و امثال شما رو باید ارج بذارن. سیدنا عمر استاده شد در حضور مردم، گفت های مردم، اگر من از روش جناب محمد رسول الله من جدا شوم و فاصله بگیرم، شما با ما چه کار میکنید؟ وقتی که سیدنا عمر چنین گفت، مردم نگفت الله اکبر هر کاری که تو بکنی ما دنبال تو میریم. از بین صفوف آن وقت و زمان یک جوان مسلمان، او صحابه، استاده میشه، میگه ای عمر، اگر از خط و مشی اسلام و جناب محمد رسول الله یک وجب عقب و کنار بری، با شمشیر دست تو را راست میکنم، تو را راست میکنم. سیدنا عمر میگه الحمدلله که در بین امت کسی هست که امیر المؤمنین را راست میکنه.